چیه توضیح بدم؟ کرمه دیگه، کرمه توش موزخانه کرمه دیگه. کرمه ملاس بزنیم برن توش کرمه وقت بگیرم با امید خدا. دست خود نمیتونم داخلش بزنم. وایس بیلچه بیارم موشه با خطش کن. بچه ها صحبتون بخیر. اومدیم برای کرما رو بهشون شیره میدیم، شیره چغندر که خیلی براشون خوبه. تو این سبدها میبینید کلن کوته و داخلش کرمه. همونجور که میبینید تو هر سبد 150 تا 100 تا هست. ما کود روش میریزیم و ملاس بهش میدیم که جون بگیرن تا 1 سال دوام بیارن. این هم کارگاه ما هست که ببینید بچه ها مشغول کارن و خودمون هم میخوایم شروع به کار کنیم. به چنل کارگران خوش اومدین بچه ها. لطفا ساب کنید و ما را دنبال کنید که ویدیوی جدید قراره براتون بذاریم. این کیسه ها رو میبینید اینا همش رو کود قرار میگیره، بعدم که میذاریم داخل ماشین میره. بله اینجا که میبینید بشیر داره میاد. گل من اذیت نکنی. یه کرم برای نشون بدم. این کرمو میخواد نشون بده. اینجا بگم که معلوم باشه. البته بهداشتی هم نیست کاری که من دارم میکنم. نه ببینید چند برای آماده سازی برای ورم کمپوسته. باید کرمای اول تغذیه کنیم دروش بشن، خوشگل بشن، بعد میندازمش داخل کود. چقدر بزرگه. بزرگه یعنی کوچیکه، یعنی نرسیده. نه کوچیک و بزرگ داره. نه البته برای چین هم میتونیم صادر کنیم و خیلی مصرف. برای چین؟ خیلی هم خب یه خداحافظی بکشی رو. گود بای.